این ویدیو آخری مسی رو دیدی که توی استادیومن یا نمیدونم کجان که متئو پسرش بهش میگه که میخوام ناهار بخورم ساندویچ میخوام، میگه همین الان برات خریدم پول ندارم. یعنی بچه مسی بهش میگه یعنی چی پول ندارم؟ مثلا اینجوری میتونه بگه تو پول نداری واقعا؟ آره یعنی مثلا بگه بابا یعنی چی پول ندارم دیگه، من که میدونم پول داری، مثلا اینجوری نمیتونه به نظرم این بهونه قشنگی نیستش مسی به بچهش بگه که پول ندارم، بگه برات نمیخوام. کار درستیه، کار درستیه ولی به نظرم تو موقعیت اینا اصلا درست نیست. چرا اینجوری؟ یعنی اگه من بغل مسی نشسته بودم و زبونشو میفهمیدم میگفتم کناخ. داداش امروز رفته بودم آرایشگاه قوی اومدم. خیلی میری آرایشگاه الان؟ دورم گفتم خیلی میرسی به خودت. رفتم به ابوالحسنی میرسی از نظر خودت؟ از نظر خودم گوه خاصی هستی؟ نه گوه خاصی سوال اول جواب بده. به خودت خیلی میرسی؟ بله. گوه خاصی هستی؟ بله. اومدم بگم خیر ولی دیدم بله. بله. به نظرم باید پسرها به خودشون برسن. دختر نرسن؟ دختره که جزء واجباته ولی پسری که به خودش میرسه 10 از 10. گی نیست؟ گی نه، مانیکور پدیکور اگه میره گیه. داداش اوضاع پیجمون خیلی بده ها. چرا؟ رفتی تو فالوورا ببینی چه خبره؟ چه خبره؟ یکی دیدم فالو کرده بود. سگ خانوما؟ سگ خانوم هستم. وای. ببین کل فالوورا اینجوریه که می‌خواستم اینو استوری بذارم اصلا. یا در و داف خوب، مربی نمیدونم دنس و مربی عربی و مربی های هیلز و فلان خوب، هیکل خوب، خوشگل مشکل، یا فود فتیش و پسر برده و سگ خانوم. تعادل نداره. خدا کنه که با هم جرقه نزنن اینا واقعا. نه نمیزنن. بازی چه میتونن بکنن اینا رو؟ من فود فتیش نیستم. اون فالوورا رو میبینم خودم یه جوری میشم. وای به حال اینکه من سگ خانوما باشم. من اگه جای دخترا بودم خب واقعا اینایی که آره یه سگ میگرفتم. یه برده میگرفتم و ره برم یه برده و ره برم هر کاری که ببین دارم اونو به علاقش میرسونم خب و اونم در ازاش حاضر هزینه کنه. اصلا یکی از دخترها هم من پرسیده بود که این چه حس کی ارضا میشه از این قضیه، از این سگ بودنش، یعنی کجا بهش اون لذت نهایی رو چجوری لذت میبره؟ برده بودن لذت میبره داداش. از سگ بودن چجوری لذت میبره؟ پارس میکنه و آبش میاد. ببخشید البته. آره دیگه لذت میبره دیگه از سگ بودنش، از اینکه اینکه اون یکی هی بهش فوش بده یا بزنه تو سرش بگه جان فقط تو حرف بزن. وای ببین اگه دختر بودم و رنده اینا رو میزدم. 7-8 تا سگ با خود قلاده میگرفتم اینجوری. نه بیرون که نمیرفتم. نمیدادم بو کنن بابا. نه بابا نمیرفتم. میخوای اینجوری سگ بیاری سگ نه بعد همه از ایناشو گردم میگیری. غذا بدی، آب بدی، غذا خوش باشه مجازی میدم لانگ دیستنس. بعد سگ میخوای چیکار؟ سگ میخوام. سگ لانگ دیستنس سگمه میاد میگه پول میدم. داشت پول میخوام من بیشتر سگ نمیخوام. پول بگیری از سگ. آره میاد. تو اون سری هم این تفکر غلطو داشتی ها. چی؟ قرار بود یه چالش داشتیم، قرار بود یه ویدیو بگیریم در خدمت هم باشیم یه روز گفتی از امروز تو سگ منی، بعد بردی ما رو برده قهوه خونه میگه تو سگ منی پاش برو حساب کن. میگم کدوم سگی میره غذا حسابشو حساب میکنه؟ مردم. خب سگمی دیگه. خب سگ تو یه سگ پیشرفته ای مثلا 100 سال دیگه سگا اینجوری حساب میکنه. 100 سال دیگه سگا اینجوری هم پیشرفته میشن. سگ هوش مصنوعی دار. آره سگ هوش مصنوعی دار. سگ ای آیا داگ. خب گفتیم خندیدیم الان وقت جدی بودنه. تا کی می‌خوایم؟ چی بود سوالت بزرگوار؟ آن جوابتو دادم. که گفتم تو فکر می‌کنی گوه خاصی هستی، تو هم گفتی آره خاصی. ولی گوهی.
به نظر رفتی پیش ابوالحسنی یه چیزی می‌خواستی دیدی گفتی گوه خاصی هستی. خب رفتی پیش یکی که رفتم پیش امروز رفتم قرار بود برم جایی، گفتم که میخوام برم آرایشگاه اینا، بعد گفت برگرد ببینم، مثلا می‌خواست پس کلمو می‌خواست ببینه ببینه چه جوریه. گفت خوبی که. گفتم نه بابا من موام الان اینجوریه، یه ذره من وقتی مدل موام این شکلی یه ذره بلند میشه ریخت و قیافه میفته، بعد ریشام بلند شده و برم بزنم. بعد گفت کلاشو انداخت پایین، گفت پولت زیادی کرده دیگه. بعد منم تو دلم 1000 تا جواب داشتم و ندادم. نگفتی؟ ندادم. گفت البته فیمسی دیگه همین جوری. گفتم آره دیگه رو عصری هم ویدیو داریم میخوایم بریم ویدیو بگیریم. گفت چرا نمیاد بالا پیجتون؟ گفتم یه ذره ساب کردم، گفتم میاد هی میخوره توی جنگ و اینا، چرا پیج ما رو نمیارین بالا؟ دایی من شاکیه. پیجو بیارید بالا، پیجو بیارین بالا، بکشین بالا. ببین دایی چی گفته دیگه. داداش یه مسئله ای تو مخمه از خیلی سال پیش و الان میخوام به یک در واقع یه سناریو اشاره کنم. یه پسری توی یه خونه ایرانی توی یه خونه حرکت میزنه. خب حرکت مثلا حرکت خفن میزنه، چیزه روی پل زده. خب رو دستش آره پل زده، نمیدونم یه پل زده، بعد یهو همونو میاد میپره رو شنا. آها آره دیدمش. خب دیدم ویدیوشو. آره میاد همونو رو شنا، خیلی حرکت خیلی خفنی زده. آره. خب اصلا من ندیدم همچین چیزی، یا اصلا دیده باشم خیلی خفن زده. بعد رو شنا نمیاد میپره، میاد رو دستش، فقط پاهاش دیگه رو زمین نی، رو مچ دسته. آره دقیقاً. من همین الان مچ دستم درد گرفت. بعد این کارو میکنه، ویدیوشو شیر میکنه توی اینستاگرام، اونقدر ویو نمیگیره که مثلا الان من و تو پشمامون ریخته یه چیز نرمالی انگار شیر کرده. یک شخص دیگه ای میاد این ویدیو رو از طریق هوش مصنوعی یه داف میذاره جاش، یه دختره اصلا خوبه، خوشگله، حجیمه، اصلا عجیب غریب. خب میذاره که همین حرکت رو داره میزنه، چندین میلیون ویو میگیره. ببین این از خیلی سال پیش تو مخ منه که اگر دختر بکنه اوکیه و خفنه، اگر پسر بکنه اصلا یا میگه کچی یا نرماله یا هیچی به هیچی. حالا نه مثلا چه حرکت خفنی بزنه، اصلا بیاد حرف بزنه. یعنی الان من و تو این حرفی که داریم میزنیم، یکی از رفیقای من همینو داشتی دیروز پیروز میگم میسم گفت آقا یه دونه دختر برداریم بیاریم تو ویدیوهاتون سریع میاریم بالا. اصلا چرا بابا نکنید. نه که دوست نداشته باشیم دختر بیاد تو ویدیو، چرا اصلا شایدم انجام بدیم شایدم انجام ندیم، ولی میخوام بگم که چرا نگاه جامعه، حالا چه ایرانه، فکر میکنم خارج هم اینجوری باشه ولی ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم. ضعف لامصب دیگه. اصلا اگه جای من و تو اینجوری صفر بگیری ببندی یه ذره اون گوشش واشه، ببین دیدی سری داشتی نگاه میکنی. آره آره سری نگاه میکنی دیگه. ولی وقتی من و تو الان درمون بسته است، نه شما درتو نمیذاری همه هم میبینن. خیلی بده این کارتون. ضعیف نباشی. ضعف نداشته باشی. ظرفتو بزرگ کن میگفت بابام. من یه بحث جدی دارم ولی نمیخوام بذارم برای الان. 2 تا بحث جدی دارم. 2 تا بحث جدی آوردی؟ الان میخوام یه چیز خنده دار بگم. بگو بساز روزمونو. یه کوئسچن باکسی دیدم، یه بنده خدایی گذاشته بود، بعد یکی از جوابا رو شیر کرده بود. سوال این بودش که عجیب ترین کات کردنتون رو بگین و طرف گفته بودش همین الان دوست پسرم با هم کات کرد، چون گفت داری فوت باباتو که کلا 4 روز گذشته بهونه میکنی واسه اینکه با من سکس نکنی. و کات کردم. این چه وضع بهونه گرفتنه؟ اصلا چرا؟ آروم باش یه ذره. مدرسه است بیاد بگه بابا مرده نمیاد. آره واقعا. یا مثلا اگه بچه میاره بگو بابا بزرگم مرده. شاید بچه‌ن همون سنا باشن ولی فکر نکنم. البته چرا میتونه اگه بیشتر از 20 سالته که واسط متاسفم. اون مغزو باید ان گرفت. اون مغزو ان گرفته باید نمیدونم چی کارش کرد. آره باید برد شست.
ولی اگه زیر 20 سالی آروم باش، خیلی آروم باش. 4 روز دهن سرویس بذار هفتش بگذره بعد بذار هفتش بگذره. تو هم حداقل تو اون 7 روز غمخوارش باش. فکر کن پریود شده، ببخشید فکر کن پریود شده 7 روز. راست میگی. البته تو دیگه مخت نمیکشه، هم 7 روز پریودی رو تحمل کردی هیچ اتفاقی نیفتاده، هم اینور 4 روز زمین هیچ چی دیگه. آره اینه. عجب. یه تحقیق جدید اومده که پسرا با دوستای دخترشون خیلی بهتر رفتار میکنن تا دوست دخترشون. این تحقیق رو تازه انجام دادن و اینجا ما قراره کذبش کنیم. همچین چیزی وجود نداره، اصلا اینجوری نیست. دوست دختر رو اصلا درک نمیکنم حالا که اینجوریه. آره دیگه، حالا که اینجوریه دوست دختر رو درک نمیکنم. ولی من تا حالا دوست دختر نداشتم. من داشتم. من یا دوست دخترم بودن یا قرار بوده دوست دخترم بشن، یا دوست دخترم نشدن. مثلا دوباره هر چند سال یه بار یه های و هویی با هم دیگه بکنیم و یعنی دوست دخترم باشه که بگیم بخندیم فلان کنیم. 20 سال بودیم نداشتم. من هم صحبتی ندارم. دمت گرم. چیزی نداری اومدی باز دوباره به کس و شرای ما بخندی؟ من اومدم ریاکت امروز. دمت گرم. پس من برم تو بحثای جدی؟ نه شوخی کن با اون. شوخی میکنم لابلاش، شوخی میکنم لابلاش، ولی 2 تا بحث جدی دارم. بابا من قرار اینجا بحث جدی نکنیم دیگه. نه بحث جدی هم حالا نیستش. این داستان رامی رضاییان دیدی؟ قطعا با دختره. آره من واقعا حاجی تو هم دلت خواست عکس و فیلم باشه. آره چرا که نه، واقعا خیلی یارو دافه. آره خیلی خوبه. ببین من اینو واقعا مشکل دارم باهاش که ببین قطعا دختره برداشته اینو گذاشته دیگه. مشکل رو میخوام بگم از دختره است که تو میدونی یه فیمس بهت پیام داده، یه فوتبالیست بهت پیام داده، یه سلبریتی بهت پیام داده، هر چی همچین شخصی بهت پیام داده، واقعا خیلی لو لوله که بیای تو اون چیزی که تو پرایوت بهت گفته رو پابلیک کنی. من نمیخوام اصلا سرپوش بزنم رو حرکتی که رامی رضاییان زده، اصلا رامی رضاییان زده، اصلا به این موضوع نمیخوام بپردازم، هیچ کاری هم ندارم. بیشتر میخوام روی این موضوع تمرکز کنم که دختره کار خیلی اشتباهی میکنه و امثال این دختر. ببین آره ها، ولی به نظرم کار اشتباهیه تو یکی عکس و فیلم بخوای. بابا چرا؟ تو باید با این آدمه تو رابطه باشی، اوکیه. من با شما تو رابطه دوری، من هم عکس و فیلم ازت میخوام. تو با من تو رابطه هم نباشی من بهت عکس و فیلم میدم. آره داداش، در غیر این صورت برای چی عکس و فیلم تو برای من میفرستی؟ بابا حالا شاید این نود غلط ازش کردی عکس تو برای من میفرستی. بابا شاید این ازش نود نخواسته، شاید عکس فقط خواسته، شاید ویدیو فقط خواسته، اصلا گیریم نود خواسته. بابا تو همونجا وایس رو بگیر، فوشکشش کن، بلاکش کن دیگه. میبینی یه موجی رو یارو سوار شده، تو هم میای بدتر. خیلی ویو خوب داره براش. خوب خب همینو میخوام بگم دیگه، این کار تخمیه، سوء استفاده است. خیلی تخمی نه، سوء استفاده. آره خیلی کار بدیه که میای آبروی یه طرف رو باش بازی میکنه. اونم چی؟ ایرانه، طرف تو ایرانه، تو ایران 1000 تا داستان میشه. این اگه خارج بود یه عکس از طرف میخواست اصلا میخندیدن. طرف مگه ایرانه الان؟ رامی رضاییان فولاد مبارکه قرارداد بس. بابا اوساسونا میگفتن بسته. فکر نکنم. من فولاد مبارکه امیدوارم شایعه نباشه اون چیزی که دیدم، یا حالا فیک نباشه، شایعه باشه و اوساسونا رو بسته باشه. آره منم امیدوارم. من از لحاظ اینکه داشتم دیتای غلط میدادم داشتم میگفتم امیدوارم اشتباه نکرده باشم. ولی آره طرف ایرانه، اصلا طرف ایران نباشه، اصلا طرف توی ایران نباشه، ایرانیه، واسش حاشیه میشه. بله بابا اصلا خیلی اشتباه. الان فکر کن من و تو فیمس. خب شما وقتی رامین رضاییان گفته عکس بده، کنانی بهشی گفته بیا بریم تو اتو داستان کنی، نازتو بخره، رحم نداری. بابا حتی اونم کار اشتباهی بوده که وایسشو پخش کردن.
بابا خدایی تو پخش نمی‌کردی؟ الان من نه. با شما تو رابطه بهت بگم ببین من البته اتوبوس تیم خودم ملی آبرو میاد می‌بردم قبلا و پخش نمی‌کردم، آبرو می‌بردم توی اون ورقای چیز میذاشتم آمار میدادم که کیو بزنن کیو نذارن، ولی الان با عقل الانم این کارو نمی‌کردم. الان من و تو فیمس یکی عکس بخوایم، خب پس فردا عکسم بهش بدیم، خب بره ازمون سوء استفاده کنه، چقدر تخمیه. ما نباید بدیم، میدونم نباید بدیم، ولی اصلا شاید آقا با طرفم تو رابطه باشم یه سری عکسم رد و بدل شه. اون کار زشتیه واقعا، چون ما با هم تو رابطه باشیم دیگه زشته. نشود فاش کسی آنچه میانه من و تو، برای همین وقت هست. آره ولی وقتی میانه من و توی هیچی نیست، تو یهو میای یه میانه ایجاد میکنی، خب یارو میگه یعنی چی؟ فاش میشه. آفرین. ولی چه بچه‌ایه، چه بچه‌ایه. گوشته رامی رضاییان خوب بچه‌هایی میزنه، خودش هم خوب بچه‌ایه، حرومزاده. داداش بعد بگم داداش برات، خجسته رو اومدن گرفتن، همین الان خوندم ها، حواست به حرف زدنت باشه. بعیدم نبود بگیرم. داداش من احساس می‌کنم عاشق شدم. کاش ندونه. فکر کنم که میدونه. دست دلت هم میخونه. دست دلم هم داره میخونه. اگه بدونه میدونه. آره واقعا دیگه با تو نمیمونه. میخواستم قبل از اینکه اگر 2 روز پیش بود و قرار بود ضبط کنیم، خواستم بیام بگم که آقا شما چجوری وقتی از یکی خوشتون میاد توی اینستاگرام، از یکی خوشت میاد بهت بک هم داده، ولی هنوز هیچ صحبتی انجام نشده، نه ریپلای، نه لایکی، نه کامنتی، هیچی، چجوری اینو میایین بیان میکنین؟ و داشتم به این فکر میکردم، به این فکر در واقع داشتم میگفتم، به کی میگفتم؟ داشتم نمیخواستم منتظر این باشم که یه استوری رو ریپلای کنم، چون دیگه به نظرم مثلا استوری ریپلای کنی دیگه تابلوه، داری چی کار میخوای چی کار بکنی. حالا نه که مستقیم بری بگی یعنی چیز شد، این راه هم دیگه بستید ما هم. نه من دارم میگم نظر شخصیه، و یعنی فکر میکنم درستش اینه که یه موقعیت درستی پیدا کنی، بذاری یه چند ماه بگذره یا چند هفته، همون اول یه راست نری، میره تو رابطه. و آره دیگه میره تو. منم دارم به همین فکر میکنم که من اگر میخواستم منتظر بمونم که ببینم چه فرصتی پیش میاد، احتمال داشت استوری بعدی که میدیدم اینه که رفته تو رابطه با دوست پسرش داره میذاره و فرداش من بلاکم و این وسط فقط من میمونم و یه خوشم اومدی و یه خوشم اومدنی و این که دیگه تموم شد نرسیدم. میخواستم اینو بگم اگه تو این طرفو تو بیرون ببینی، خب میری اگه روشو پیدا کنی 2 تا 4 تات با خودت بشه، میری رو در رو بهش بگی من خوشم اومده، حالا یا کیرت میکنه یا نمیکنه، ببخشید. ولی وقتی توی اینستاگرام میبینی نخوای استوری رو ریپلای کنی، باید چیکار کنی؟ داشتم به چند تا مسئله فکر میکردم. به چه نتیجه‌ای رسیدی؟ برم فکر کنم و صبر کنم ببینم از کجا لوکیشن میذاره، بری اونجا حضوری. نه این کارو که نکنم قطعا. این کار اصلا این استاک بازی‌ها چیه، استاکر بازی‌ها چیه. برم فرضاً سر کارش آدرسشو پیدا کنم، براش گل بفرستم. ببین اگر این کارو میکردم و این اتفاق میافتاد که به نظرم طرفم میشد، اگر یهو نگه که وای آبرومو بردی و اینا. اینان میریزن به هم داستانها. یعنی تو نشستی اینجا میخوای با یه نفر حالا آشناشی، آقا گل بفرستم، تاج گل بفرست. خب بابا خیلی خوبه، حلقه بفرست. لیاقتش بیشتر از این حرف. بابا باشه لیاقتش هر چقدر، یه سلام بکن، شاید اصلا یارو ان بود، نی از پشت اون گوشی 20 صاحبتون خوب بود. نکنید این همین الان داشتی میگفتی ضعف فلان، خاک بر سرم، چه ربطی داره؟ بچه‌ها ببخشید همین شما این که ضعف کسبازی، ضعف اینجور چیزا چیه؟ منو میریزی به هم. رفتم باسکات زدم. باسکات داداشی تو، ولی نکنید بابا، بذارید اصلا آشنا آقا بشید. باشه بعد این کار رو تو کنیم ور درست صحبت کن با بزرگتره. 10 روز بزرگترم ازت، 11 روز. خب آفرین که دقیق میدونی. آقا خب باید چی کار کنم؟ من منتظر نمیخوام بمونم که یه چیزی رو ریپلای کنم. این گزینه‌ای هم که خودم گفتم و گفتی نکن، چی کار باید بکنم؟ باید برم سلام
من نمیدونم، هر کاری میخوای بکنی بکن، این کارا رو نکنید. خب چی کار بکنیم؟ سخت نکنید ارتباط گرفتن با آدم‌ها رو برای بقیه. برای بقیه چی؟ بقیه گو میخورن الان برن باهاش ارتباط بگیرن. خب مثال میگم. خب بعد تو الان تو نشدی، اوکی نشد، مثال خب پیش میاد دیگه. نه گرفتی تموم شد. آره. برداشتی. آره. هیچ هفته دیگه آقامت اینو ببین. ضبط هم نمیاد بعد. خدای این ویدیو رو خودت ببین داره چی میگه. بیا بهش ثابت کنیم که اینجوری نیست. خب داره پلو پله میکنه هنوز نگاه. خب بعد وزه شدی متی، به خیلی بعد وزه شدی خیلی دیگه نمیشه جمعه. وای به حال دخترایی که با تو در ارتباط یه نفره فقط. نه حالا وای به حال اون نمیتونم بگم چون خیلی مسکه. خب داداش تو که نتونستی بهمون آپشن بگی، خودم کارامونو کردم. چیکار کردی حالا گل نفرسته؟ چیکار کردی؟ الان رو به جلوییم. نه سلام نکردم، بحثو خیلی هوشمندانه باز کردم. آفرین این قشنگه. بابا یه 4 ریپلای نکردم. خب نکن، ریپلای نمی‌کنی نکن، همون پی ام میدی صحبت می‌کنی. یه ذره صحبت کنین، آشنا بشین، ارتباط بگیرین، بعد برید اون کارو استاد بکنید. ممسی هستن. گل بفرستم، چرا حسودیت میشه؟ غذا بیارم. خب آقا من یه دونه فالوور داشتم الان یادم افتاد. دختره مربی چیز بود، دختره مربی بدنسازی بود و عجیب شیطون. خب یعنی اینجوری که استوریایی که میذاش اینجوری بود که خدایی شنبه تا چهارشنبه سخت ورزش میکرد، ولی چهارشنبه پنجشنبه شما اگه تو کلوز بودی پرات میریخت. بودی تو کلوز؟ من تو کلوز بودم و واقعا پرام میریخت. انقدر قوی کلوز میذاش که من اصلا ریپلای نمیزدم، فقط نگاه میکردم. یه مدت گذشت، این یه استوری گذاشت که یه دونه گل اومده در دم باشگاه و مثلا اینو کی فرستاده؟ آره اینو کدومتون فرستادین؟ آها. خب نمیدونم از بچهای کلوز فلان یه همچین چیزی مثلا اون زیر زده بود. اینو چه حرکت خفنیه؟ و قسمت عجیب، حرکت خفن این بود، قسمت عجیب این بود که یه دونه سکه تمام بهار آزادی اون تو بود، تو اون گله بود. یه هفته گذشت، گلا ادامه دار بود، یه گل، دوتا گل، سه تا گل. گل چهارم پنجم بود، آقا تازه خودشو معرفی کرد. چه صبری داره اون. بعد رفت گرفت، ما از کلوز افتادیم بیرون. یه ذره گذشت آقا رونمایی شد تو استوریا، یه ذره گذشت تمام پسرای پیج رفتن بیرون. حتی من تو عروسی هم بودم. مراسم عروسی هم بودی؟ استوریای مراسم عروسی و اینا هم بودم، داشتن کاراشو میکردن. این جشن کوچیکه رو گرفتن دیگه، ما افتادیم بیرون. چی نگیم، دکمتون خورد. ان شاءالله که برای همه خدا از اینا بسازه. ان شاءالله برای من و تو. ان شاءالله که ریخته این داداش ولی واقعا دلم یه رابطه قوی میخواد، رابطه آرامش، خوب، ردبول، ورزشکار، صبح تا شب سر کاره، طول هفته، آخر هفته رو هنوز نمیدونم به تو چه میاد الان، هنوز نمیدونم چی کار میکنه عین خودم. آخر هفته نمیدونم چی کار میکنم، طول هفته عین سگ دارم کار میکنم، باشگاه، ورزش. آخر هفته نمیدونی چی کار میکنی؟ نه دیگه برنامه‌مو نمیدونم، اونم برنامه‌شو نمیدونم. اوکی. ببین ولی اگر کارامون بشه یه شیرینی طلبت. من؟ آره 15 تومانی یا نه؟ شیرینی خوب دیگه، یه شیرینی خوب طلبت. 15 تومانی ها جمع شد دیگه. اگه این بیاد که آره دیگه. و اوکی شد بریم 4 تایی بیرون. بریم 4 تایی بیرون. آره خوب گفتم. آره قسمت بعدی ببینین حالم چجوریه. اگه حالم خوب بود بدونین اوکی شده. اگه حالم خوب نبود تو این زیر تو کامنتاتون هفته دیگه بعد حالش چجوریه. من نظرمو اعلام نمی‌کنم. خیلی خوشم اومده. خیلی ها. ببین تا حالا نشده بود اینقدر خوشم بیاد.
خیلی خوشم اومده، یعنی اینقدر خوشم اومده که این اتفاقم جالبه داره میفته که زیاد فکر نمی کنم چی بگم که خوشش نیاد، هر چی میگم خوشش میاد و هر چی میگم خودم هم خوشم میاد، یعنی اوکی. میدونی چرا اینجوریه؟ چرا؟ چون واقعا دوستش داری. میگه حرفی که از دل میاد به دل میشی. به به، خدا رو شکر. تو هم هر چی از دلت میاد میگی. خیلی ولی نگیه، چون من یادم تو یه وقتایی یه حرفایی میزدی که بعدن داریم میزنی، خودت هم بعدن میفهمیدی چی میگفتی. نه اونقدر دیگه نمیگم. اون چی بود؟ اونو بگو. خوب بودا. اوی اینا چیه تو گوشید؟ داداش جدی جدی اومدی بخندی؟ یعنی گاییدمت ها. سفت اومدم دیگه. گاییدمت. آقا تو رو قرآن اینو فشکش کنین. حالا شما که نمی‌کنین، تا اینجا ویدیو رو نمیبینین، ولی قرآن شلوغ بودم. ولی یعنی چی به قرآن شلوغ بودم؟ یعنی تو شبا خلوت نیستی جای کس شب توی اینستاگرام؟ داداش شب من ساعت الان 3 شب ما اینجوریم. چجوری؟ ساعت 12 شب میرسم خونه، تازه فوتبال اومدم دوش بابا بگیرم. بین اینا همش خالی. باشگاه بودم دیگه. بابا گوه نخور. الان دیشبو بگو برام چند اومدی خونه؟ دیشب 11 نه عزیزم بعد فوتبال تو نگو. خب بابا چند از سر کار اومدی خونه؟ 3 از سر کار زدم بیرون. خب مستقیم رفتم باشگاه. خب 4 رسیدم 4 و خورده 4 و نیم رسیدم باشگاه. باشگاهمون داره جابجا میشه، داره میره یه جا دیگه پریزون. استخوار باشگاه قراره بشه. خب ببین اونجا یعنی بینم استوریه که پاره میکنم با لباسای جدید، تیشرت جدید. تیشرت هم آوردی؟ نه تیشرت خودم فقط آوردم. آره الان یادم افتاد اصلا. خب مربیه هی با هم میرفت اون ور میومد، دهنم سرویس شد. 2 ساعت تو باشگاه بودم. خب رسیدم 6 خونه دوش گرفتم 7 رفتم اومدم گیم نت. خب گیم نت هم که بعد رفتم فوتبال. دیروزش یک شنبه است. درسته؟ بعد شب با هم فوتبال بودیم بابا دیگه. ول کن، نمیخواد واسم تعریف کنی. شنبهش با هم فوتبال بودیم دیگه. هی میگم بیزی هم نمیفهمه. تو بیزینسی بابا. به قرآن وقتی این دختره اومده تو زندگیش اصلا منو درک نمیکنه دیگه. بابا یه روز اومده تو زندگیم، امیدوارم حالا نره از زندگیم. بذار بیاد، بذار بمونه. ببین ولی واقعا دوست دارم اون ورژن خودم که خیلی خوشحالم کنار یه دختر رو ببینم. آره خیلی وقت دور بود از امسال که هرچی دختر خورد به پست ما زنمون رو گایید. دروغ نمیگم و به خدا همین کارو کرد. به خدا دارم جدی میگم همین کارو کردن. حالا اشتباه هم من بودا که همچین رابطه‌ای رفتم توش. الان برای اینم گل میفرستادی همینجوری بود. نه این خیلی خانم تر از این حرفا. این چیه ایشون خیلی خانم تر از این حرفا. داداش یه سوال بحثو کلا ببندیم. قبل اینکه سوال تو بپرسی، اون سیمه زیر سپایس اذیتت نمیکنه؟ موقعی که تلفنم زنگ خورد داشت اذیتم میکرد. الان یادم رفت. موقعی که تلفنم زنگ خورد داشتم نگاش میکردم داشت اینا که این مریضیو دارن اسمش چیه؟ OCD. آدمای خوبی وسواس فکری، باید همه چی منظم باشه. البته OCD فکر کنم به این نمیره. OCD اگه داشته باشی که الان حالت خرابه، میریزی به هم. تو اینجا مخصوصا. آره مخصوصا مثلا این اینجاه، اون با اون فاصله اونجاه، مثلا خیلی میریزی به هم. تو OCD نداری؟ نه. چی داری؟ من کسکیجه. بچه متین بره فیلمو ادیت کنه، خب کلی من فوش میده، میگه نصف فیلم داری زخم دستتو میکنی. آره اینو من دقت نکردم. نه تو ادیت خودت دیگه میفهم. اینجوری نکردی؟ اونم سعی کم نکنم، نمیدونم. دقت کردی خودت خدایی؟ آره دمت گرم. سعی میکنم. آب دهنم زیاده، نمیدونم چیکار کنم. نه بابا عادت کردی، اصلا به آب دهنت ربطی نداره، عادت کردی. اینجوری میکنه. یه دونه بخند الان. خب نه بذار دفعه بعدی که خندیدی. اومدی الان بکنی، دیدی؟ الان اومدی بکنی. بابا میکشی تو دیگه نفسو بعدش. داداش خود اینجا نکش تو، بکش تو. بکش تو. آها تمام شد.
دیدی آموزش الان توشه. داشتیم چی میگفتیم؟ یه سوال می‌خواستی بپرسی. تو فکر کردم خیلی داداش به نظرت بچه‌های الان دارن دوران بچگیشون رو خوشحال‌تر سپری میکنن یا موقعی که ما بچه بودیم؟ موقعی که ما بچه بودیم از نظر من. خب چرا؟ چون منم موافق نظر تو هم، کاش یعنی نظر دیگه ای داشتی مخالف رو میشنیدیم. خب اینو ادیت کن در نه خب نه جدی از نظر تو چرا؟ چون که من خیلی بیشتر بهم حال میداد. من اینجوری بودم که مثلا تابستون اصلا خونه نبودم. تابستون چشامو که وا می‌کردم، نه دروغ که نگیم، پلی استیشن رو بازی می‌کردم تا یه ذره هوا خنک شه. یعنی ظهر مثلا ساعت 4 3 و 4 ظهر من دیگه بیرون بودم، تو کوچه بودم. تو کوچه فوتبال و هفت سنگ و فلان. الان میگن مثلا اینا مال دهه 60 است، ولی واقعا ما بازی می‌کردیم. هفت سنگ نه ما بازی نمی‌کردیم. من هفت سنگ هم بازی می‌کردیم. ما قایم موشک هم بازی آره می‌کردیم. قایم موشک خیلی دیگه بچه‌ها. استوب هوایی، استوب آزاد، نه اینا رو ما زیاد اتفاقا بازی نمی‌کردیم. آقای گل. بعد اصلا یه جایی بعد یه ذره سن اون بیشتر شد، قایم موشک خیلی بازی می‌کردن بچه‌ها. من حالا کمتر کوچیک‌تر بودم. من کوچیک بودم اکثرا داشتم چشم می‌ذاشتم. خب مثلا بنیامینا بازیش نمیدادن. پارسا اینا بزرگتره، مثلا 1 ساعت بود من داشتم دنبال اینا می‌گشتم. مگه بی‌شرفا رو میشد پیدا کنم؟ ما پشت کدوم شیم شادی تو بیا مال من اومد مال تو خسته شدم ول کنی. خب خب بنیامین آقا زن داره. بنیامین اینجوری نبود. نه بنیامین اصلا قایم موشک بازی نمی‌کرد. باشه. خب پس تو موافق اینی که بچهای الان اونقدر بچگی که باید بکنن رو تجربه نکردن؟ چرا بچگی میکنن، مدلش فرق میکنه. الان مثلا مانیا اکثرا داره کارتون میبینه. خب تو سن مانیا الان چند سالشه؟ 6 7 9 سالشه. 9 نه 9 ماه همه تو کوچه. 9 میشه چندم دبستان؟ 3. آره بابا. البته مانیا دختره. باشه ما دخترها موقع میمدن تو کوچه با همون بازی می‌کردن. آره خب منم موافق همین نظرم که ما بچگی خاطر انگیزتری کردیم در واقع. الان مثلا مانیا نگاش کنی تو گوشی من الان ویدیو هست ازش. خب میخوام براتون این عطر رو آنباکس کنم. تو آنباکس میکردی چیزیو، تو کادوهای خودت مثل حیوان پاره میکردی. یادم نمیره الان یاد چی افتادم. یه بار خونمون مهمونی بود، خب تولد نمیدونم کی بود. بعد من تو اتاق بودم، زنونه بود، من تو اتاق بودم داشتم پلی استیشن بازی می‌کردم. من حاجی تیکن اعصابم خیلی میریخت به هم. خیلی اعصابم میریخت به هم به حدی که دسته‌های پلی استیشن ما یادت خیلی سگجون بود. خیلی پلی استیشن تو حتی سگجون بودن خیلی. مثلا الان PS5 نیستش که یه دونه بخوره زمین دیگه بهترکه اون اینا. سبک‌تر بود، اندازه این سنگین بعد توش یه عالمه صدا میداد و کار می‌کرد این بنز. آره هیچیش نمی‌شد. من تیکن بازی می‌کردم. این یادم این تورنمنتش رو میرفتم، میرسیدم به قول مرحله آخرش کتکم میزد، نمیتونستم بزنم. آره دسته رو اینجوری میگرفتم، دستم محکم میکوبیدم زمین. گفتم بمیر دیگه. ببین هرسم در میومد. نذاشتن دیگه تیکن بازی کنم. اگه جایی به بعد خیلی دیدن دارم هرس میخورم. آنباکس و اینا هیچ ربطی نداشته ولی یادمون افتاد. تو فیفا هم وقتی نمیچربیدم خیلی کلم عصبی میشد. یه بار من پسر خالم منو 15-1 برد. کوریو ببین کل فامیلو که گذاشت تو سرش. پسره رو تو اینستا یاد میده چجوری داداشتون رو فشاری کنین، داداش کوچیکتون رو. نیدی پسره رو؟ این کس چرا نمیگی؟ خیلی کس چره باحالیه. ببین نشسته داره میگه که مثلا بعد این نشسته اینجوری لم داده، مثلا بازی چنده، بازی 10-8. خب بعد اون داره گریه میکنه، وایسه داره بازی میکنه. بعد روی دوری میگه که میدونی باید چیکار کنی؟ باید اول بهش 4 تا بزنی، خب بعد شل کنی بذاری 5 تا بهت بزنه. 5 تا که زد خوشحال بود، بعد یهو 5 تا دیگه بهش. بعد اونجوری گریه میکنه فیلم نگیر. احساس کنم من با آریا این کارو میکنم.
بیچاره. آی خلاصه که کارشون اینجوری زشته واقعا. بگم برات بچگی هم که گفتیم و الان به نظرت بچه‌ها این اومدم بگم به خاطر گوشینی که مثلا نمیرن تو کوچه بازی کنن، میرن تو گوشی یه گروه میزنن با هم دیگه میشینن حرف میزنن. ما خیلی تو ما اون گوشی سن گوشی نبودیم. نداشتیم. گوشی تو چند سالگی نداشت. گوشی داشتی؟ من راهنمایی خریدم برام. منم همین بود. راهنمایی، تازه اون راهنمایی هم که خریدم برام با 1000 تا خایمالی و اینا. گوشی چی؟ نوکیا یا سونی اریکسون. تازه SMS بود اونجوری فقط. نبود که تو اونقدر وقت تو بگیره گوشی. آره اصلا گوشی مثلا صرفا برای این بودش که زنگ بزنی دیگه، به جای اینکه بری دم خونه آیفون رو بزنی میگفتی که ساعت 4 دمه داریم پایینیم مثلا بریم پایین، یا مثلا زنگ میزدی استخ بریم فلان بریم. ولی آره خیلی قبلا حال میداد خیلی من که بچگی خیلی باحالی که گذروندم واقعا. با احسان اینا یه دوره تو کوچه، با روحام اینا اونور یه دوره تو کوچه، خیلی حال میداد. و دیدی فوتبالت هم خوب باشه تو کوچه دیگه خیلی حال میده، خیلی حال میده. میتونی بری تو کوچه های دیگه بازی کنی، حتی تو فوتبال شنبه ها که میریم اون پارسای تو کوچه است. از زمان تو کوچه با هم فوتبال بازی میکردیم. اون امیرعلی که هفته پیش زدم پاشو ترکوندم تو کوچه بود، تو کوچه بودیم با هم فوتبال بازی میکردیم. یک شنبه ها امید داداش امیرعلی مال مثلا اون هم نسل بنیامین و پارسای. داداشن اینا با هم؟ امید و امیرعلی داداشن. چه باحال. نمیدونستم. همش مال کوچه است. بعد اون موقع کوچه ما اینجوری بودن بنیامینا که تیرک مینداختن کولشون میرفتن مسابقه 3 تا کوچه اونورتر و 5 تا کوچه بالاتر و 5 تا کوچه پایینتر و اینجوری بود. یادش بخیر. داداش دیگه همین دیگه، عاشق شدم و فارغ که نشدی. فارغ نشدم. امیدوارم این رویه ادامه داشته باشه. خیلی میخوام خوشحالش کنم. رفتیم خوش با حالت واقعا. یعنی منو یهو دیدی گذاشت تو دیوار متین فروخ باهاش اومد تو رو خوشحال کرد. نه بعضی موقع دیدی یه حسی میکنی میگی این خودشه. تو قطعا این حسو میکنی دیگه، میدونی که این خودشه یعنی چی. خب من واقعا دارم این حسو میکنم. پس خیلی مواظب باش که این حس تو رو نکنه. آره منو نکنه. امیدوارم دیگه. همین دیگه. رفع زحمت کنید. خیر ان شاء الله. آقا مراقبت کن، دست شما درد نکنه. دیگه خداحافظتون. خب
امروز چرا حال نداری؟ نه خوبم. معلوم. خواب بودم. پس چرا میگم خوابی میگی نه همون بودم؟ خب اون موقع همون بودم ولی قبلش خواب بودم. یهو بیدار شدم تو SMS دادی که من برو. تو راهم، پا شدم پریدم تو همون. خیلی این عکست قشنگه. میذارم بچه هم ببینم. میخوای فیلم تو رو هم بدم بذاری برای بچه ها؟ نه نمیذاری؟ تو ادیتوری متاسفانه میتونی عکس متاسفانه. منو بذاری ولی فیلم پوس پوس نشدی تو؟ صبح پا شدم یه دایره این وسط پوس پوس شده بود. خب بعد گفتم وای، رفتم جلو آینه دیدم آره حاجی یه دایره پوس پوس شده. رفتم سر کار اومدم و اوکی شد. آره میاد ولی دوباره منم اینجوری شدم. من دیگه رفتم لیف و اینا زدم دیگه و خب هنو پوستا کامل نرفته اما خیلی رنگ گرفتیم. من میرم جلو آینه میفهمم نگاه هستن. حالا اون این که آینه نی. چرا آخه این عکس ما باید تو گوشی تو باشه؟ وای من عکس چیزامو اینوری گرفتم باید هی گوشی رو اینوری کنم. یه دونه ویدیو آها اینجوری هم میشه. چی شد؟ اینجوری. البته شاید یهو بگن چرا گوشی رو اونوری میگیری. یه دونه ما دیگه عادت ما آره کردیم. آب از هر سرمون چی دوست گذشته. دارید بگید.